سلام بچه‌ها، خوب هستید؟ خوش اومدین به چنل خودتون. من یوسف هستم. یه ویدیو از آلکاتراز براتون آوردم. اینجا بودیم، 2 تا پرواز بیشتر نداشتم با 2 کیل اومدیم اینجا. اونا 4 تاشون چسبیده بودن به هم. منتظر بودم دراپ بیاد. رفتم دراپ، گفتم شاتگان بکشم. یه مکتم کشیدم، گفتم شاتگان ول کن. 4 تا اینا میچسبیدن به هم، نمیشد با شاتگان بخوای همشونو بزنی. اینجا رفتیم، منم گفتم خدایا برم میزنم. اومدیم اینجا یکم کمپیدیم اینورا. اینجا 2 تا کیلی خواستیم بگیریم، دیدیم مالیارمون بود. بچه های این مکتنم اتچ خیلی خوبی داره، حتما بین تو چنل اتچ بردارید، براتون اتچ میزنن تو چنل، خیلی اتچ خوبیه. اینجا گفتیم بریم بالا، دیدیم به داره شماره 1 درگیری شده. شماره 1 درگیره، دیدم داره شماره 1 میزنه. با سلیفده زدم، وست شکست. شماره 4 زد، یه تیری بهش زدم، خورد بهش. سری رفتیم جون به شماره 4. داشتیم جون میدادیم به شماره 4. بله بچه ها، بهتون گفتم حتما بین داخل چنل اتچشو بردارین. الان براتون میگم چرا. خیلی اتچ خوبی داره، میزنه ها، رگباری. اینجا میگشتیم، دیدیم یه نفر داره تیر میزنه دوباره به شماره 4. تازه بلندش کردیم، دوباره رفت تو درگیری. دست کردم مکتن اینجا گرفتم روش، تیران بهش نمیخورد. اومدم اینو بزنیم، دیدیم از بالا هم یه نفر فکر زرنگه ترپ میندازه، من بیفتم تو ترپ. رفتم دیدم نگاه، خیلی مکتنایی برابر زونم داشت میرفت، نزدیک بود بمیرم. خیلی مکتن خوبه. شماره 2 نه بالا با خود تماشا آوردی. اینجا یه ریلود بکنیم. رفت شماره 2. بعد برو پس برای یار من بزنمش. اینم میزنی داداش. تیره نمیدونم چجوری بهش خورد، ولی خب خیلی خوب بود، عالی هم بود. دیدم کجا در میری، بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. دم باره ببینم. نگاه اتچ مکتن خیلی خوبه، عالیه. اینجا با شاتگان زدم، نامردی کرد. گفتم جون بدم سری، داشت تیر بمیزن. آقای اوجی امیر کیلازی هم تازه کرد. گفتم بذار بیام اینجا دوباره اومدم، گفتم بریم ببینیم چیکار میکنی. گفتم حالا بیام برات همشون اونجا درگیری دارن، نمیشه برم اونجا. گفتم بذار دورش کنم. نتم هم خیلی ضعیف بود، اچ مثبت بود. اینجا گفتم چی بکشم، گفتم راهم دوره بذار اسنایپ بکشم. یه دیل کشیدم، گفتم حالا براتون میگیرم. ایره زدم، خورد توی هدش، ولی نمیدونم چجوری نمورد. ایره هم آقای اکتیویژن باید جوابشو بده. یارم از اونجا میزنن، من اینجا کاورشونه دارم. آره دیگه همینه. گفتم برم پیش یارم، دیدم یه نفر داره میادش. اومد رفت اینجا. رفتم بالای سنگ، گفتم با اسنایپ بزنم. هرچی گشتم نبود. خدا کجا رفت، دیدم ایناش اینجا. گفتم با اسنایپ بزنم تو سرش، نخورد. رفتم پایین زدمش، وای تیران بهش نمیخواد. چی شده؟ دیدم بله نت ضعیف. اینجا هم یه نفر مونده بود که یارم زدش و وین شدیم. ممنون که حمایت میکنی.